در یک مورد دستاوردهای ورزشگران به نمایش گذاشته شده. قبل از واقعی مسئولین ناحیه از این نمایشگاه دیدن نمودند. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همیشه در برآمدهایشان بیان می‌دارند که در زمان معاصر تنها کشورهای با پیشرفت و دستاوردهای بزرگ اجتماعی و اقتصادی و رشد استوار جامعه موفق می‌گردند که به مسئله جوانان توجه ضروری ظاهر کرده امکانیت‌های فراوان ذهنی و جسمانی آنها را به سمت درست و سازنده سفربر می‌نمایند. ما نیز در غمخوری‌های هم در پیروی از همه یعنی غمخوری‌های پدرانه پیشوای معظم ملت سرور جوانپرور ملت باور می‌کنیم که تمام کوشش و غیرت و دانش و تجربه خود را بهر باز هم گلگل شکوفایی وطن عزیزمان و در عمل تطبیق نمودن انامون سیاست دولتی جوانان برنامه دولتی جوانان که امروز به واسطه زیر توجه رهبریت عالی مملکت قرار دارد سهمگذار باشیم. حکومت مملکت تحت سیاست جوانپرورانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و مسئله دستگیری جوانان و تحکیم ارزش‌های مادی و اجتماعی آنها هنوز از آغاز صاحب استقلالی توجه مخصوص ظاهر نموده تا به امروز دستگیری و پشتیبانی می‌نماید. نتیجه چنین نیت‌های نیک است که در کشور هر یک ابتکاری سازنده جوانان و فعالیت وطن دوستانه و باثمرشان قدر کرده می‌شوند. تاکید گردید که مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یاوان برای دستگیری نمودن این قشر فعال جامعه پیوسته تدبیر اندیشی می‌نماید. مشورز رشته باکس طول 5 سال می‌شود که در باکس مشق ورزیده شدم و می‌خواهم که در سال 2025 با چمپیونات‌های جمهوری رفته غالب جای اول گردم. طبق اطلاع عین زمان در ناحیه 260 انشاءات ورزشی از جمله 2 مکتب، 1 ورزشگاه، 40 تالار، 4 حوض شناوری، 206 میدانچه، 1 مجموعه ورزشی و 8 انشاءات مخصوص ورزشی مورد استفاده قرار دارند که جوانان و نورسان پیوسته در آنها مشق و تمرین میکنند. مؤسسه‌های دولتی مکتب‌های ورزشی ناحیه فعالیت را از روی 10 نمود ورزش به راه مانده است که در آنها زیاده از 825 کودکان و نورسان به تمرین فرا گرفته شدند. مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه یاوان سال سپری گشته 176 مدال به دست آورد که از این 48 طلا، 61 تا نقره و 89 تا برنجی می باشد که این نسبت به سال 2023 عدد زیاد می باشد که مؤسسه تصمیم گرفته است که در سال 2025 از این هم دستاوردها را زیاد نماید. بخشیده به 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان در ناحیه یاوان عین زمان 5 تالار است که با اتمام رسید قرار گرفته ایستاده است. در برابر تالارها میدانچه‌های ورزشی با دستگیری صاحبکاران و جوانان محل ساخته و استفاده داده شده است. برای ما سال 2024 سال یک پربرار بود، سال بود که پر از دستاوردهای بلندی ورزشی بود و ما توانستیم در دوام سال 2024 با گرفتن 14 مدال در سطح جمهوری از نمود فوتبال مشرف گردیم. ورزشگران ناحیه در مسابقه‌های جمهوری و بین‌المللی اشتراک نموده سزاوار 198 مدال از جمله 40 مدال طلا، 60 مدال نقره و 89 مدال برنجی گردیدند که از اینها 90 مدال سطح جمهوری از جمله 13 طلا، 31 مدال نقره، 46 مدال برنجی و 18 مدال سطح بین‌المللی گردیدند. معروف نظری فخرالدین کریم، نمازال ارگش برای برنامه اطلاعاتی اخبار.